این خطایی که کشیدیم بریزه ها رو اینجا بده. این خطا برو خط میام اینجا سراغش پیدا میکنه با یک سیمجوشی اینا رو نگاه کنید. خط کشیدیم جاش پیدا میکنه اینا با یک سیمجوش 4 تا ایور 4 تا خط اینجا بده نگاه اینجا جاش. خب این 4 تا خط رو پیدا کردیم. بعد که پیدا شد حالا استیلام رو برمیداریم. استیلام دقت کنید خمش این طرف این طرف بشه مواظب باشه خمش. این هم شد یک زین تر و تمیز مرتب. این هم کمربندش. این از بازسازی زین کارش هم وقت کار داشت. خب بریم سراغ سیلندر و روغنسازی. این دست موتور بالا رو باید واکنید. خب بچه ها این دست موتور بالا رو باز میکنیم. عرضم وجود قارپاق سرسیلندر باز میکنیم. اگزوز هم باید باز کنیم. کاربرات هم باید باز کنیم. اینا همه رو من باز میکنم. بعد باز کردم باز بهتون نشون بدم. خب کاربرات هم بچه ها باز میکنیم. اگزوز هم باز میکنیم. از این تنه هم باز میکنیم. کلا اگزوز در میاد. اگزوزی که در آوردیم بعد میام 3 تا پیچ 1 2 3. این 3 تا پیچ مربوط به اسپک. 3 تا پیچ اسپک که باز کردیم بعد داخلی یک پیچ اینجا داریم یک پیچ اینجا داریم یک پیچ قسمت و یک کمی قسمت عقب زیر اسپک. یک پیچ هم اینجا نگه دارنده میل چیز است میل انگشتی هاست. این پیچا رو باید باز کنیم. خب پیچا رو باز کنیم. باز میان خدمت. اول این ستا رو باز میکنیم. اسپک ها رو برمیداریم. تپتا رو برمیداریم. بعد میریم دنبال سرسیلندر. خب دوستان این 3 تا پیچ که باز کردیم اسپک رو راحت ورش میداریم. اسپک رو میذاریمش کنار. تپتا رو هم با هم ورش میداریم. این تپتا رو برمیداریم. مواظب باشین تپتا پایین نره که بدن اذیت بشه. خیلی خوب. یک پیچ اینجا داریم. یک پیچ تو کانال روغن و یک پیچ هم اینجا. این 4 تا پیچ رو هم باید باز کنیم. بعد که باز کردم میام خدمتتون. دوستان یک نکته دیگه که دقت کنین این پیچا چون تو آلومینیوم صفر میشه زیاد صفر نکنیم. ماشاءالله اینقدر صفر کرده که سرسیلندر 10 تا اینقدر صفر نمیکنه. سعی کنیم پیچا رو صفر نکنیم. تو آلومینیوم هم زود هرز میشه. تو آلومینیوم سریع کیپ میشه پیچ. لازم نیست اینقدر پیچ رو صفر کنیم. پیچا که باز کردیم سرسیلندر رو برداریم. سرسیلندر که برداشتیم باشه که بعدا تستش کنیم. بعد این پیچای اینجا رو الان باز میکنیم. موقعی که دارین قبل از اینکه سرسیلندر باز کنیم اونا رو باز نکنید. باز کنید زمان سرسیلندر میخوایم بریم بیرون اونا اذیت میکنه. این پیچا رو باز کنید. حالا بعد اینکه در آوردید سیلندر در